اگه هنوزم تو رابطه اشتباهت موندی و میدونی که این رابطه دیگه فایده ای نداره، اما توانایی بیرون اومدن ازش رو نداری، چون تصورت اینه که دیگه نمیتونی عشق رو تجربه کنی، دیگه نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی، چند ثانیه با من باش. تو هنوز هم لایق یک رابطه سالم هستی، هنوز هم میتونی فرد مناسبی رو انتخاب بکنی که بلده از عشق مراقبت بکنه، تو رو که همینطور هستی انتخاب بکنه، همونطور که تو اون رو همونطور که هست پذیرفتی. تو لازم نیست توی رابطه سالم برای دریافت عشقی که لیاقتشو داری دست و پا بزنی و بجنگی و مدام احساس بی‌ارزشی بکنی. پس میخوام بهت بگم که فراتر از اون چیزی که الان هست بهش نگاه بکن. تو میتونی باز هم طعم واقعی دوست داشتن رو تجربه بکنی، به شرط اینکه از این رابطه عبور بکنی.